کوههای طایف را میبینید دوستای عزیز. سبحان الله، تبارک الله. جایی که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر دعوت آمده بود و مردم طایف بسیار برخورد ظالمانه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند و منجر به این شدند که پاهای مبارک با خون یکسان شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسیر را طی کرده بود. 85 کیلومتر راه است از مکه الی طایف که حالا موتر 1 ساعت و 20 دقیقه راه میکنه. سبحان الله. پیغمبر به خاطر اینکه دین بر تو برسانه و اسلام را بر تو برسانه و ما کامیاب شویم و در آخرت وارد بهشت شویم، چقدر زحمات و تکالیف را دیده. سبحان الله. جای تعجب اینجا است که واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین بوده. وقتی که مردم طایف پاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با خون یکسان میکنه و خیلی ناامید بر میگرده، الله متعال چی میگه به رسولش؟ جبرائیل امین روان میکنه، میگه اگر میخواهی ای رسول الله، ای محمد، من این کوههای طایف را با هم یک جای میکنم و همه کسایی که تو را اذیت کردن نابود میکنم. پیغمبر ما در جواب چی میگه؟ نه خیر یا الله، میشوه که از نسل این مردم کسی پیدا بشه که تو را عبادت بکنه و این هست رحمت للعالمین. قربانت شوم یا رسول الله. اللهم صل و سلم علی رسولنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبرمان واقعات که الگوی مهربانی ها و الگوی اخلاق و الگوی عفو گذشت بوده.